سلام به همه شما عزیزان در هر جایی که هستید. امیدوارم که همیشه دلتون پر از شادی و لبهاتون پر از خنده باشه. همطور که میدونید در این سری از برنامه ها داریم از کتاب Changing the History Through Prayer and Fasting استفاده میکنیم از درک پرینس که ترجمه اون به فارسی میشه تغییر دادن مسیر تاریخ به وسیله روزه و داریم به این نگاه میکنیم که چقدر ما ایمانداران از طریق دعا و روزه قدرت داریم در این جهانی که داریم درش زندگی میکنیم. در قسمت گذشته من در مورد نمک جهان از همین کتاب صحبت کردم. دقیقاً در همین قسمت هم به عنوان قسمت دوم باز میخوام با همین عنوان از یک قسمت دیگه از صحبت نویسنده در متی باب 5 آیه 13 استفاده کنم که عیسی مسیح به پیروانش میگه شما نمک جهانید. در قسمت گذشته گفتم که نمک رو اونجا یکی از مواردی که نویسنده بهش اشاره میکنه عنوان میکنه که ما باعث میشیم که طعم جهان در دهان خدا عوض بشه به عنوان نمک. در این قسمت ما میخوایم اشاره کنیم به این که نمک از فاسد شدن جلوگیری میکنه. خب همه ما میدونیم که زمانی که یخچال وجود نداشت برای خیلی از مواد غذایی از نمک استفاده میکردن، به طور خاص برای گوشت از نمک استفاده میکردن و وقتی که نمک رو به گوشت میزدن این باعث میشد که تا مدتی فاسد شدن نمک متوقف بشه. پس ما میبینیم که در واقع گوشت همینطوری توی دمای عادی که بذاریمش داره فاسد میشه، اما وقتی که نمک رو بهش اضافه میکنیم این فاسد شدن رو به تعویق میندازه. پس ما مدت زمان بیشتری وقت داریم که از این ماده غذایی یا گوشت استفاده کنیم. دقیقاً نویسنده همین موضوع رو در مورد مسیحیان و ایمانداران به مسیح مطرح میکنه و میگه که این جهان در حال فاسد شدن هست، چون ما هر جایی رو که نگاه میکنیم گناه و تأثیرات اون رو داریم میبینیم. یه موضوعیه که هر جا وجود داره. ما توی جوامع بشری توی جنبه‌های مختلفش گناه رو میبینیم که داره فساد رو ایجاد میکنه. از نظر اخلاقی ما میبینیم که گناه داره فساد رو ایجاد میکنه و افراد از نظر اخلاقی میتونن افول بکنن، اشتباه داشته باشن، گناه کنن، یا حتی از نظر مذهبی حتی توی جامعه خودمون به عنوان مسیحیان میتونیم ببینیم که جاهایی هست که به خاطر غفلت یا به خاطر یه سری عوامل اونجا هم گناهانی شکل میگیره و فساد داره پدید میاد و خیلی ها البته از این خورده میگیرن و میگن چطوریه که توی خود جامعه مسیحیت ما داریم این مسئله رو میبینیم، ولی خب بالاخره در جاهایی میبینیم که داره به وجود میاد و هستش. از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از هر قسمت و جنبه‌ای که نگاه میکنیم ما گناه رو میبینیم که باعث فاسد شدن جهان میشه و دقیقاً کلام خدا داره میگه حضور ما مسیحیان باعث میشه که این فاسد شدن به تعویق بیفته. تا زمانی که تاریخ مصرف اون وسیله حالا بگذره، تا زمانی که تاریخ انقضای ما بیاد و بعد دیگه این فساد با سرعت زیادی رو به رشد پیش بره در جهان و گناه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه در جهان. برای اینکه ما بدونیم که چقدر ما به عنوان نمک جهان قدرت داریم در دستمون، من میخوام آیاتی از کلام خدا رو برای شما بخونم که در دوم تسالونیکیان باب 2 آیات 3 الی 12 هست که من به بخشی از اون برای شما عزیزان اشاره میکنم. در آیه 3 میگه مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد، زیرا تا نخست آن عصیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و مورد پرستش قرار می گیرد مخالفت می ورزد و خود را بالاتر قرار می دهد تا آنجا که در معبد خدا جلوس می کند و خود را خدا معرفی می نماید. یعنی ما اینجا داریم می بینیم که در این قسمت از تسالونیکیان یک حکمران حالا شیطانی یا شریر عنوان میشه که نام
پولس میذاره مرد بیدین، که البته در ترجمه های دیگه عنوان های دیگه هم داره، ولی این مرد بیدین میاد چیکار میکنه؟ ادعای خدایی میکنه و از دیگران میخواد که او رو پرستش بکنن و پولس رسول میگه به قطع این شخص ظهور خواهد کرد و ما این رو خواهیم دید در تاریخ که این شخص ظهور خواهد کرد. خب در ادامه چی میگه؟ میگه اما عیسی مسیح وقتی که بیاد، در آیه 8 میبینیم میگه با نفس دهان خودش رو هلاک میکنه و با درخشندگی ظهور خیش این مرد بیدین رو نابود میکنه. وقتی که ظهور بیفته، حالا میبینیم که مسیح هم این نقش رو داره. خب ما خیلی در مورد ضد مسیح میشنویم، در مورد دجال میشنویم، همین مرد بیدین رو اینجا در کلام خدا میخونیم و یک سوء تفاهمی که ما میتونیم داشته باشیم این هست که فکر کنیم خب این قراره تو تاریخ اتفاق بیفته، اوضاع روز به روز بدتر میشه، گناه روز به روز بیشتر میشه، شرایط روز به روز سخت‌تر میشه، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ این دیگه قضا و قدریه که در تاریخ داره اتفاق میفته. ولی اصلا منظور آیاتی که این مسئله ضد مسیح توش مطرح میشه این نیستش که ما فکر کنیم اوضاع و شرایط روز به روز بدتر میشه، ما هم دست رو دست میذاریم، هیچ کاری از دستمون که بر نمیاد، میدونیم که قراره اینطوری بشه، هرچی که به سمت زمان آخر به انتهاش بیشتر نزدیک میشیم پس قرار شرایط بدتری هم وجود داشته باشه. اصلا منظور این آیه این نیست و ما قدرت و نقش خودمون رو داریم. حالا بذارید به قسمت‌های از همین دوم تسالونیکیان نگاه کنیم که ببینیم ما چه نقشی قراره داشته باشیم. آیا ما قرار دست رو دست بذاریم؟ میخوام از آیاتی که اینجا عنوان میکنه براتون بخونم. در آیه 7 میگه زیرا سر بیدینی همکنون نیز عمل میکند، اما فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود. یعنی میگه این سر بیدینی در حال عمل کردنه، اما یک مانعی وجود داره. اما این مانع چی هست؟ خب تفاسیری وجود داره در این زمینه که این مانع چی میتونه باشه که پولس اینجا داره ازش حرف میزنه و یکی از اون تفسیرها این هستش که این مانع روح القدسه که دریک پرینس هم دقیقاً به همین اشاره میکنه و میگه اون قدرتی که در حال حاضر قدرت مانع و بازدارنده هست برای ضد مسیح و دجال، همین روح القدس هست که ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که عیسی مسیح کارش بر روی زمین انجام شد، وعده‌ای که میده چی هست؟ وعدهش اینه که تسلی دهنده دیگر خواهد اومد، یعنی همون روح القدس خواهد اومد. در یوحنا 16 آیات 6 و 7 اینو میبینیم که من براتون میخونم. اما به سبب شنیدن سخنانم دل شما آکنده از غم شده است. با این حال من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست، زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. پس ما میبینیم که همون روح القدسی که توی حتی کتاب پیدایش میبینیم که در آفرینش داره نقش خودش رو ایفا میکنه، کلام خدا میگه روح خدا سطح آبها رو فرا گرفت. حالا بعد از مسیحی که از مردگان قیام کرده و به آسمان صعود میکنه، همین روح القدس هست که نازل میشه و دوباره داره کار رو به پیش میبره و ما این نقش روح القدس رو کاملا میبینیم. پس در واقع روح القدس این مانعی هست که به ضد این در واقع بیدینی و شرارت داره عمل میکنه. اما خب چطوری روح القدس داره مانع میشه؟ کلام خدا به ما چی میگه؟ میگه آیا نمیدونید که معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن هست؟ ما این رو در اول قرنتیان باب 3 آیه 16 میخونیم. پس روح القدس کجا بر روی زمین ساکن شده و به عنوان نماینده الوهیت داره کار میکنه؟ در بدنهای ما که معبد خدا هستیم. او در ما ساکن شده و از این طریق مانع داره میشه. پس این کاملا داره نقش ما رو نشون میده که ما
به عنوان کسانی که معبد خدا هستیم چه نقشی در این ماجرا داریم. یعنی یکی از کارهای روح القدس چیه؟ اینکه بدن مسیح رو، یعنی همون کلیسا رو تکمیل بکنه و خود روح القدس اومده در این بدن، در کلیسا، در بدنهای ما ایمانداران ساکن شده. پس ما میبینیم که از طریق ما ایمانداران هست که روح القدس یاد مانع میشه تا این سر بیدینی، تا اون نقشه‌ای که حالا این ضد مسیح داره یا حتی شریر داره در جهان انجام میده توسط ما باطل بشه. پس ما یه سری افراد منفعل نیستیم که به دنیا نگاه کنیم و بگیم وای شرارت چقدر اوضاع داره روز به روز بدتر میشه، ای وای جنگ ها رو ببین، مشکلات رو ببین، ما چی کار میتونیم بکنیم. نه، روح القدس از طریق ما مانع میشه که شرارت به اوج خودش برسه و از ظهور نهایی این ضد مسیح یا دجال داره جلوگیری میکنه و اون رو به تعویق میندازه، یعنی داره متوقف میکنه. ما همین الان هم کارهای تاریکی و شرارت رو در جهان میبینیم، اما زمانی میرسه که این ضد مسیح حالا یا این مرد بیدین دیگه کاملا ظهور میکنه در جهان، ولی روح القدس داره یک توقفی در این مسئله ایجاد میکنه و توی همه این زمانها از طریق ما ایمانداران داره چیکار میکنه؟ داره از کارهای شریر جلوگیری میکنه، نقشه های شریر رو توسط ما ایمانداران به هم میزنه. پس این امتیاز ما ایمانداران هست، اما نه فقط امتیاز ما ایمانداران هست، مسئولیت ما ایمانداران هست که چه کار کنیم که این نقشه ها رو به هم بزنیم. ما تماشاچی نباید باشیم، ما در این جهان افرادی هستیم که قدرت به ما داده شده. پس ما میبینیم که ما به عنوان ایمانداران و ما به عنوان کلیسا در جایگاهی قرار داده شدیم که بریم نقشه های شریر رو در این جهان باطل بکنیم و اجازه ندیم که بر تمام جهان مسلط بشه. و بر این نقش ما خیلی مهمه. چرا؟ چون اگر ما در جایگاه درست خودمون نایستیم تمام شرارت دنیا رو فرا میگیره و این همون آیه متی 5:13 هست. خیلی جالبه که ادامه 5:13 رو که با هم دیگه میخونیم میگه اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. اگر ما نقش نمک رو به عنوان جلوگیری از فاسد شدن در این جهان انجام نمیدیم دیگه پایمال میشیم، دیگه بیرون ریخته میشیم. این بیرون ریخته شدن به چه معنا هستش؟ بیرون ریخته شدن یعنی این که از طرف خدا ما کنار گذاشته میشیم، توسط خدا مردود میشیم، چون اون نقش خودمون رو انجام ندادیم، مسئولیت و امتیازمون از دست رفته. چه فایده داره که من قدرت داشته باشم بهترین نقاشی رو در جهان بکشم یا عالمه استعداد داشته باشم ولی نمیکشم؟ اصلا تا حالا یه نقاشی هم از من دیده نشده چون من اصلا نکشیدم. چه فایده داره که من این استعداد رو داشته باشم؟ به همین صورت چه فایده داره اگر ما نمک هستیم ولی هیچ کاری نمی کنیم؟ چون اصلا نقش و تاثیر ما در جهان دیده نمیشه. پس توسط خدا مردود میشیم، توسط مردم هم پایمال میشیم. مردم به کلیسای بی ایمان و بی مزه نگاه میکنن و اونو پایمال میکنن، اونو محکوم میکنن، میگن شما مسیحی ها که همش ادعا میکنید این کلیساتونه، این وضع هست. پس مردم هم ما رو محکوم میکنن و بنابراین این به ما نشون میده که چقدر غفلت ما میتونه تباهی و خسارت به بار بیاره در این جهان. و حالا دوباره میخوایم باز به این کلام خدا نگاه کنیم و به این نتیجه برسیم پس ما باید چیکار بکنیم؟ من به عنوان کسی که نمک جهانم چطوری جلوی فساد دنیا رو بگیرم؟ با همین دعا کردن. شما به هم نگاه میکنی، به همسایت، به فامیلت، به بچه خودت، به زندگی خودت و میبینی شریر من میخواد توش نقشه های خودش رو اجرا کنه. وقتی که در دعا میستی برای این مردم، برای خودت، از طریق دعا که
در واقع عصای قدرت خداست، داری نقشه‌های شریر رو باطل میکنی. و اصلا این همون دعاییه که عیسی مسیح به ما یاد داد: اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. وقتی ما دائما برای دیگران دعا میکنیم و بیاد میاریم، وقتی ما برای اینکه مردم کشورمون نمیشناسن حقیقت خدا چیه دعا میکنیم، وقتی که برای ما مهمه که از مسیح صحبت کنیم و دعا کنیم برای این مردمی که بهشون بشارت دادیم یا حتی ندادیم، نمیشناسیمشون، برای شهر و کشورمون، برای کودکان و نوجوانان و جوانانمون، برای سالخوردگان کشورمون دعا کنیم، برای میان سالانش دعا کنیم، پس ما میتونیم تأثیر داشته باشیم. این قدرت ماست، این امتیاز ماست و میتونیم دعا کنیم خدای روح تو هر ناآگاهی رو برداره، بذار مردم ما حقیقت رو ببینن، در کشور ما عمل کن، در مردم ما عمل بکن. پس همین الان بیاین سرهای خودمون رو خم بکنیم. خداوندا ما واقعا میخوایم تو رو بطلبیم که در شهر و کشورمون عمل کنی. ما میخوایم که تو عمل کنی در ذهنهای مردممون که هنوز اونا مذهبی دروغین رو دارن و فکر میکنن که اون درسته، چون تعصب نمیذاره که اون رو ببینن، حقیقت رو ببینن. ما دعا میکنیم برای خیلی از مردم کشورمون که حتی به وجود خدا هم دیگه باور ندارن. اصلا شاید باور دارن که تو هستی ولی دیگه به هیچ حقیقتی از تو، هیچ کتاب آسمانی از تو باور ندارن. خداوندا دعا میکنیم که عمل کنی و آنچه که شریر میخواد در ذهنهای مردم ما بکاره رو خداوندا عوض کنی و ما قدرت بدی، حکمت بدی، مشورت بدی، تمیز بدی که ببینیم شریر چطور داره کار میکنه و بتونیم اون رو باطل کنیم. همسایمون، در دوستمون، در همکارمون، در فامیلمون، در خانوادهمون، به نام عیسی مسیح بشارت تو رو اعلام کنیم، بذاریم حقیقت رو بشناسن و حقیقت زندگیشون و نقشه های شریر رو براشون باطل بکنه، عوض بکنه. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. خیلی ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم در قسمت های بعدی هم شما عزیزان با من همراه بشید.